داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان پادشاهی از همپاشتنه. سالها بعد شداوودی مرکا آیی بچک سلیمان به اسرائیلی یعنی پادشاه کومار رست. خدا و سلیمان به رویای تا گفتگو کرد و شایی پرسید شمن چی اولورته که من بتبده این؟ چون سلیمان شه خدا حکمت درخواست کرد، خدا باز خرسند بود و آیر حکیمترین مردین زاگ به روی زمین کرد. سلیمان باز چیز یاد گبتد، داور و قاضی بسیار خردمندی هتد. همچنین خداوند به سلیمان باز این ثروتی بخشید. سلیمان در اورشلیم شهرها معبدی که داوود برای جور کردن فکر راحتت بنا کرد. هنو مردم توانستش به خیمه اجتماع جاها و عبادت کردن برادن بیاوند. خدای حضور در آن معبد هتد و گوتی کوما براد از ساکنت. اما سلیمان جنین زاگانش دیگه سرزمینن دوست داشت. گوتی باز ینگز کرتنش خدای فرمان سرپیچی کو. جنانی که سلیمان گبتد تقریبا 1000 نفر هستند. باز این تعدادشا جنان شگری بن سرزمین یاتتند و گوت بوتش یاورتد. وقتی که سلیمان به سن پیری رست، هم شروع به بتانی عبادت کرد. خداوند سلیمان خوشنود نهد و پیه آیی بی ایمانی مجازات وعده کرد که اسرائیلی پادشاهی بعد سلیمانی مرکا به 2 قسمت بید. بعد شایی که سلیمان مرد، آیی بچک رهبعاب برای جاها پادشاه بود. رهبعاب نادانین مردی هتد. مردم گرد اسرائیلی یعنی قبیله جمع بودند که آیی پادشاهی تایید کنند. آوان به رهبعاب شکایتش کرد که سلیمان شاوان باز کارکش شد و مجبورتن بازین مالیات دیند. رهبعاب ناپخته پاسخی به آوان داد و گوشت شما فکر کنید که منی پسا سختگیری کرد، ولی من شما گشتر کارکشین و سختر شوتی پسا شما را تنبیه کنین. 10 قبیله اسرائیلی قبیله آن به رهبعابی سلطه چرانشتند. فقط 2 قبیله برای وفادار ماندند. 2 قبیله به یهودایی پادشاهی تبدیل گشتند. آدگه 10 قبیله به رهبعابی زدا او اشتاتش و مردین زاگی به نام یربعاب را اوتی پادشاه کردند. آوان اوتی پادشاهی قلمرو و در نواحی شمالی سرزمین ایجادش کرد و آیر اسرائیلی پادشاهی وانتش. یربعاب په خدای زدا او اشتاد و باعث بود مردم به گناهی طرفا بروند. دو بود جور کرد و مردم را تشویق کرد که به جای یشی که به پرستش به خدای گسا در اورشلیم روند، آوان را عبادت کنند. یهودایی پادشاهی و اسرائیلی پادشاهی گوتی همدیگر را دشمن بودند و حتی گاهی گوتی همدیگر را جنگش کرد. در نوکین اسرائیلی پادشاهی گرد پادشاه بدکارتند. اکثر آوان به وسیله افرادی که لوتتش سلطنت را تصاحب کنند کشته بودند. گرد پادشاهن و گشتر اسرائیلی مردمن به بتانی عبادت شروعش کرد. آوانی بتپرستی اغلب گو بیبندوباری جنسی و بعضی وقتا حتی بزاگانی قربانی کرتن همراه هتد. یهودایی پادشاهن داوودی نسلا هتن. بعضی پادشاهان عادل و جوانین انسان هتند و خدای یکتا را پرستش کردند. اما اکثر آوان بدکار، فاسد و بتپرست هتند. بعضی شاوان حتی بوتی زاگان پبوتان قربانی شکرد. گشتر یهودای مردم همچنین په خدای زدا استاتش و یدگه خداوانا پرستش کردند. داستانی برگرفته ش کتاب مقدس، کتاب اول پادشاهان، فصلهای 1 تا 6 و 11 تا 12.